سلام به همه بینندگان چنل دراک رضا. دوستان عزیزم، فیلم مصاحبه راجع به ملک احمر با استاد محمد من براتون گذاشتم داخل کانال اولم که اسمش دراک رضاست. براتون چیز میکنم میذارم این پایین براتون اسمشو می نویسم واسهتون. شما میتونید با اولین کامنت، من کامنت از کانال اولم میذارم، شما برید کامنت رو ببینید، میتونید رو کامنت بزنید و تشریفم بیارید کانال اولم. بعد رفقای عزیزم، دوستان، کسانی که این فیلم رو مشاهده میکنن، شما فکر نکنید کانال من علیکیه، چون من الان نزدیک 6 ماه 55 نفر تو این کانال سابسکرایب گیرم اومده. شما لطف کنید بیایید تو کانال اولم، اون 1300 400 نفری که این ویدیو رو نگاه میکنن، بیایید تو کانال اولم. اگر خوشتون نیومد لفت بدید برید، مطمئنم که خوشتون میاد. لطف کنید هم این کانالمون رو حمایت کنید، همون کانال، چون تو این کانال قرار من جستجو بذارم براتون، جستجوها که نزدیک به یکی دو ماه دیگه انشالله این کانالم استارت میخوره و انشالله تو همین کانال جستجوها رو براتون میذارم. تو کانال اولم فقط مصاحبه با اساتید علوم غریبه رو تو اون کانالم میذارم. تو کانال اولم اسم کانالم بازم میگم دراک رضاست. من اشتباه ثبت کردم اسم کانالو، دارک رضا نیست، دراک رضا. براتون مینویسم از کانال اولم، کامنتم براتون میذارم. دوستان ممنونم از همتون که حمایت میکنید، دمتون گرم. امروز خرمشهر 62 درجه است انگاری. من الان شب، دوستان نگاه کنید، شب من همینطور عرق دارم میکنم. امروز گوشیم هم خراب شد، یعنی نمیدونم چی کار باید بکنم واقعا تو این شرجی. بعد آب ریختشو، یعنی عرق کرد، خراب شد. دوستان همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که بتونم تو این هیته به شما یه کارایی بکنم که به دردتون بخوره. دوستان خیلی ممنونم ازتون، خدایا رو نگهدارتون. رضا هستم از خرمشهر.